تملق‌کاری یعنی که لگنبرداری، چاپلوسی، مدعی خوانی، این چیز آیا در جامعه ما هست یا نه؟ چنین سوال ها گذاشتیم و صحبت کردیم. خب خب اساس خود تملق‌کاری چی است؟ یک چیزی نبوده را نشان دادن، یک چیزی که نیست اون را نشان میدی، مثل که وجود نداره. یا یک چیزی هست افراد میکنی، زیادتر نشانش میدی، از اون زیادتر، یعنی یک چیزی را که میخوای نشان بدی. چگونه که گفتم امسال 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان است، جشن ها زیاد هست و چون هر وقت ما در همه جشن ها میبینیم چرا جشن ها شبیه زادروز رحمانوف امام علی شریفویچ هستند. ما از جشن ها کنار میریم. مثال ما چند روز پیش جشن نوروزی داشتیم، در همون جا هم باز مثال میگم که تعریف تاسیس همین نفر بود. برای من سوالها زیاد میشدن و بعضا نفرها تبریک کردن که نوروزی چی است. من میخوام از همین جا استفاده برده در مسئله نوروزی هم بگم. جشن نوروز ما زمان کودک بودیم، همچون یک کودک برامون یک جشن خوب بود. میرفتیم، تملق‌کاری نبود، هیچ چی بود، یک خوب جشن بهار، خوب یک نمیدونم سمنک خوردن، بعضا گوشتین تماشا کردن، بعضا چیزهای ایدونه. خب اصلا زیاد نبود. با مرور زمان خب یک شخص خب میاد دیگر آیسوسته با مرور زمان به بلاغت میرسه، خب یک شخص مکلف میگردن، نگار میکنی. در امروزه که ما قرار داریم، جشن نوروز برای ما هیچ قدر نداره و هیچ چیزی نیست، هیچ چیزی نیست. اگر میگن که یک چیزی تاریخی مو هست، من نمیبینم چیزی تاریخی. من زادروز یک ظالم میبینمش. خیلی خوب، میخوای که برای مردم قدر داشته باشد، بیارین جاش عوض کنین به سال میلادی. وقتی که ما پاسپورتمون رو میکشویم به همین سال شماری باشد، چون نوروز یعنی که روز نو و مثل سال نو، بیارین عوضش کنین. اگر این قدر تاریخ دوستدار هستین، این قدر خوب فرهنگ میگین، حالا که به همون خط حتی برنگشتین، اگر این قدر براتون مهم است، بیارین برگردونش تا برای ما قدر پیدا کنه. برای من هیچ قدری نداره. من این را زادروز یک ظالم دیدستم امروز ها. برای من از این جشن بهتر جشن همون سال نو است. من سال نوشم مهم نیست. چیش مهم است؟ زندگی ما، حساب کتابی ما، سفری ما، خب نمیدونم کاری ما، همه چیز ما به همین سال شماری میشود. ما پاسپورتمون رو میکشویم، همین سال میلادی هست. بلیط بخریم، روزمون رو معین میکنیم به سال میلادی است. سفر کنیم به سال میلادی است. برآمد میکنیم مینویسیم به سال میلادی است. ما با این سال خب شمسیش است، قمریش است، بعد دیگهش نمیکنیم. اگر که میخوای که برای ما مردم همین چیز یک چیزی لازمی باشه، یک چیزی که قدرش کنیم، بیاریم جاش عوض کنیم به سال نوی، ما قدرش میکنیم. در عین حال برای من هیچ قدری نداره و میتونه که در آینده مرا به این تبریک هم نکنید و وقتی مرا صرف نکنید وقتی خودتون. خب اما کدامت که قبولش دارین، خوش به حالتون دوام بودن میگیریم. ما ایرا عین حال تمام جشن هایی که در تاجیکستان هستن اینها را زادروزی رحمانوف میدونم، چیزی دیگر نمیدونم. ما اینها را روزهایی میدونم که تملق‌کاری در اوجی، خب در سطح بلند قرار دارن. روزی تملق‌کاری ما میدونم جشن های تاجیکستان همین گونه است. 30 سالگی تاجیکستان از پیش باز ما چند جشن های دیگر داریم، باز هم میبینیم که تملق‌کاری در سطح بلند میشود. خب سببش چی است؟ سبب تملق‌کاری البته که یک راهبر باید واقعا یک شخصی معتبر باشه در جامعه. فرق نداره این راهبر یک سازمان است، راهبر یک حزب است، راهبر یک گروه است، خب راهبر یک کشور است، هر چیزی باشه. نفری معتبر باشه، نفری باشه که قدر کرده بشه، نفری باشه که دفاع کرده بشه. خب نه از جهت نمیدونم جسمانی باشه، از جهت خب بگیم ایمیجش باشه، هر چیزی باشه باید، چون اون نفر راهبر است. راهبر یعنی که راه بلد است، نفر انتخاب شده هست، همین یک تعداد جامعه را، کشور را یعنی به پیش میبره. او واقعا باید قدر کرده بشه، اما نباید که تملق کاری کرده بشه. نباید تملق یعنی چیزی نبدره وصف کرد. خب نباید این گونه باشه. به همین سالی که ما میشنویم که
یک سفید نکی خودت آمدی حتی کلوخو یعنی کارتوشکا گشتن، اینا چی میگن؟ تملق کاری، چیزی که نیست آوردن. خب اساس گذاری صلح و وحدت دیگر چیز، این چیزها نیست، دروغ است، اینها تملق کاری هستند. خب مثال بگیم چند روز پیش ما دیدیم که یک بیزنسمن، یک تاجر، یک بیمارخانه شده است و این میره لنتش قیچی میزنه، چندین نفرهایی که سخن میکنن هیچ کس نامی اون تاجر نمیگیرد، همه میگن تشکر به جناب عالی اساسگذار صلح و وحدت و غیره و غیره و غیره و کذا. اینها را میگن تملق کاری. خب سببش در چی است؟ سببش در این است که چگونه گفتم یک راهبر باید دفاع کرده شود، اینجا برای اون MVD کار میبره. بله، یعنی چگونه کار میبره؟ اگر ما طرز درست شب بگیم باید کار ببرن، MVD شم، امنیت شم، خب دیگر شم، یعنی که برای نگاه داشتن ایمیج یک راهبر باید کار ببرن، اما در اینجا زیاده روی میشود. خب تملق کاری میشود، افراطگری میشود، MVDش ظلم میکنه، امنیتش ظلم میکنه، ارتشش ظلم میکنه بالای نفرهایی که خب چیکار میکنن؟ یعنی میخوان که آزادانه سخن کنن، سخن آزاد داشته باشد یا ناراضی خودشون بیان کنن. اینها را این قواها برطرف میکنن. برای نگاه داشتن ایمیج دیکتاتورها، برای ایمیج خودشون باز یک سیستم دیگر دارن، یک ساختار دیگر میسازن. این یک قشر عبارت از نفرهایی که تملق کار هستند، اینها خوب میتونن این کار انجام بدن. خب میخواهند که در قلب مردم، در فکرای مردم جا کنن اون چیزهایی را که نیست. آیا این چیزا واقعا میشود جا کرده؟ چیزی که نبوده میشود جا کرده؟ بله میشود. در کدام حالت؟ مثال ما میاریم حکومت شوروی را. حکومت شوروی برای اون را که نسل های بعدی در محبت لنین بیارن در قلب های مردم جا کنن، ما و شما یاد داریم، ما و شما که لنین ندیده ایم، اما به خاطری که محبتش در قلب های ما بمونه، حکومت شوروی برای این کار اول خیلی در کشور ما نفرهای روشنفکر، پدرکلان های ما، باباهای ما را به قتل رسوندن، اون مردم ترسو گردوندن. ببینید اون مردم ترسو گردوندن و بعد از این ترسو گردوندن همین ایده را چور کردن، پیاده کردن، مقدس ساختن لنین، استالین و غیره. ما و شما لنین استالین ندیدیم، ما در مکتب میخوندیم، محبت به لنین داشتیم. خب بازم میگم که یک شاید تکراری بشود، یک همصنف ما معلم پرسید که لنین پسر داشت، معلم سویدنوی گشت که چقدر این سوال دادید، ما فرزندای لنینیم هممون. خب یا که یک چی به در معلم که جا تعریف بفکرم یک قصه در مکتب میخوندیم که معلم آبی چشمش میرخ میگفت که ببینید امریکا چگونه یعنی که کودک‌ها در قدیره چیکارها رو انجام میدن برای لقمه نان پیدا کردن، حکومت شوروی شما رو همه چیز تیار میده. یعنی ببینید چقدر کار میره، پروپاگاندا بود، چقدر همین کار پیش میره، یعنی میشود جا کرده در قلب. چگونه رژیم امروزه برای اونه که ما را مجبور بسازه ما گوش کنیم، ما گفته نتونیم که ای تلویزیون بس کنین این کارا، ما قبول نداریم این برنامه را، ای مجله نکن، این جشن ها را این خیلی نگذرون، تا برای اینا را ما نتونیم گفته، ولی اینها ما را ظلم میکنن و طریق MVD، KGB، امنیت ما را قتل میکنن، زندانی میکنن، بهترای ما را میکشن، زندان میکنن تا که ما دیگه حرفی گفته نتونیم. اینها برنامه هاشون ادامه بدن، اینا برنامه هاشون ادامه بدن. بعد ما بشینیم آرام گوش کنیم فرزندای بعدی ما چیکار میکنن؟ محبت پیدا میکنن، فکر میکنن واقعا چنین هست. اونا فکر میکنن که واقعا رحمانوف یک شخصی است که صلح آورده است، وطن تنج کرده است، ساخته است، آباد کرده است. همین گونه در قلب‌های اونها یعنی محبت پیدا میشود. به همین خاطر این کارها را یعنی که انجام میدن. در کدام قشر جامعه زیاد دیده می شود تملق کاری؟ متاسفانه در تمام جاش دیده می شود. شاعر، نویسنده، دکتر، ورزشگر، معلم، سیاستمدار، حافظ، رقاصه، مهاجر، نمیدونم تمام قشرش در امروز مشاهده می شود، در تمامش. اینجا سوال به میان میاد که همه اینها به خواست خود میکنن یا که ساخته هست؟ نه، براتون یک چیز میگم. شما یک
اصول کاری گروه بسیار اهمیت دادگی است. ما ایرا 5-6 سال پیش یک اصول را در بین رو آورده بودیم که وقتی که اون کار میشید ما با مثل ماراتون نوارهای چسبیده به دیگر می‌گذاشتیم. ما براتون آشکار بود که ایرا ما از ریال مادرید آموختیم. یعنی یک ریال مادرید یک نوار شما تماشا کرده بودیم، بر ضد راسیسم بود. همون دیدیم یک ایده در ما اومد، همراه نفرها صحبت کردیم که همین گونه نوارها ما باید بگذاریم. منظورم چی است برای این گفتن؟ یعنی که ما برای آزادی کسی، برای آزادی مردم چنین برنامه‌ها می‌کردیم، پای در پای سخن‌های دیگر ادامه می‌دادیم، یک ماراتون می‌ساختیم، برای مردم پیشنهاد می‌کردیم. امروز یک چیز معمولی شده است در میدان سیاسی. من برای چی را به شما میگم؟ یعنی که اون نوارهایی که ما می‌گذاریم برنامه سازی است. ما یک حرکت سیاسی خب تصمیم میگیریم، چون این برنامه را پیشنهاد میکنیم و طرفدارامون، اعضاهامون، فعالامون دعوت میکنیم که همین کار را ادامه میتن. یعنی امروزها نفرهایی را میبینیم که یکی پیدا میشون از کجای و دمی بعدم حرف میزنن، در تملق کاری اینها فرمایشی هستند، اینها برنامه‌های ساخته هستند. چگونه که ما برنامه میسازیم، پیشنهاد مردم میکنیم و میگم که بله این برنامه ما هست، فقط فرق در این است که حکومت گویا که نمیدونه، حکومت میگه این برنامه ما نیست. ایران مردم را دوست میداره، پیشواشون دوست میدارن، از پیش خود میبرن این کارها را انجام میدن. این خیلی است. اینجا سوال به میاد میاد که همه اینها را مجبور میشود یا که همه به خواهش خود است؟ در جامعه نفرهایی هستند که طبیعتشون همون گونه هست، نفرهایی هستند که مجبورشون میسازن. بعضا نفرهایی هستند که دیگر راه ندارن، یعنی مجبور اینا مشاهده میشوند، در بین همون سخنرانیاشون حس میکنی که اینها را مشاهده مجبور کردگیان. و بعضا نفرهای دیگر طبیعتشون همین گونه است. من براتون مثال میارم. یک زمان در تاجیکستان بودیم، یک نفر اومد نزدم و بعضا شعرهاش نشان داد، خواست که ما را به یک نفر خواب معتبر بدون شب و روز خواب، یک نفر بگیم در تاجیکستان خواب بگیم که قدر قیمت دیگر چیزش در یک جای بود، خواست همون شعر چیزهاش برسونه. یک شاعر بود، گفت که من میخوام همین شعرها به همون نفر برسونم، مرا یعنی که پیوست کنه نزد همون بریم. شعرهاش من خواندم، اونجا نفرهای دیگر هم بودن برادر، شعرهاش خوب گرفتیم خواندیم زیادی. بعد یعنی بگم همین تملق کاری در شعرهاش مشاهده میشد و گفتیم براش که تا جایی که ما این انسان هم میدونیم قبول نمیکنه شعرات، تا جایی که میدونیم خصلتش هم میدونیم این گونه چیزا را قبول نمیکنه. اینجا خودت زیاده روی کردگی هستی، قبول نمیکنه. خب خیلی خواهش کرد که باشه به هر حال خب شعر را ما پیوست کردیم، شعر را قبول نکرد اون انسان و گفت که قبول نیست، اینجا سخنهای آسمانی زیاد هستند. تقریبا یادم نیست، زیاد نیست، شاید مکسیموم یک هفته 10 روز گذشت، همون شب و روزا یک برنامه بود، یا اسمش سپیده بود یا صبح بود، یک برنامه که سحر میگذشت. در همون من همون نفر را دیدم، همون شاعر را دیدم، در همون برنامه نشسته است، همون شعرش دارد میخونه، فقط اسمش عوض کرده است، در اسمش آورده است محمد سعید عبیدالله. همین چگونه میشه که یک نفر یک شعر مینویسی برای یک نفره، یعنی که از نگاه تو همین نفر این گونه است که وصفش کرده ای، خب وصفش کرده که همین گونه است، اما این نفر قبولت نکرد، فقط اسمش عوض میکنه، یک نام دیگر ده که بین این دو انسان از زمین تا آسمان فرق است. واقعا بین این دو انسان، اینو عموما دیگه انسانن، خصلتاشون همه طرف فرق میکنن، فقط نام ها را عوض کرده است، از تلویزیون تاجیکستان برآمده است و محمد سعید عبیدالله دارد بس دارد. یعنی منظورم چی است؟ نفرهایی هم هستن در جامعه که اونها را کسی مجبور نمیسازن، اونها طبیعتشون همی است. اینها دنبال یک نفری هستن که تملق کاری کنه، چاپلوسی کنه،